در روزگاری دور، آنگاه که هنوز زمین بوی اسطوره میداد، خورشید بر دشت‌های ایران برمی آمد و نام پهلوانان در باد میپیچید. سرزمین پهلوانان، جایی میان کوه و آتش، میهنی که با خون و افتخار نوشته شد. و در دل کوه البرز کودکی سپید موی زاده شد، رها شده از ترس انسانها، اما در آغوش سیمرغ دانا که او را بپروراند تا روزی پدر قهرمانان شود. رستم، فرزند زال، سوار بر رخش آتش نفس، قهرمانی که زمین زیر گامش میلرزید. او از 7 خان گذشت، با دیوان و اژدها جنگید تا نشان دهد که نیکی هرگز در برابر تاریکی سر فرود نمی آورد. در میدان نبرد پدر و پسر روبروی هم ایستادند. هیچ کدام نمی دانست که عشق در دل شمشیر پنهان است. و آنگاه که حقیقت آشکار شد، زمان از حرکت ایستاد. پهلوان بی همتا بر زانو افتاد، در برابر تقدیری که خود نوشته بود. اما داستان پایان نیافت. واژه‌ها بر جان کاغذ نشستند تا تاریخ صدای آنان را فراموش نکند. و فردوسی، مردی که از طوس برخاست تا در دفتر خویش نام ایران را جاودانه کند. و اگه میخواید روایت کامل این حماسه ها رو بشنوید و ببینید، در کانال ما یعنی هزار داستان با ما همراه بشید، جایی که شاهنامه زنده میشود. فراموش نکنید سابسکرایب کنید تا هیچ داستانی رو از دست ندید.